با پول نمیتوان خوشبختی را خرید، ولی میتوان صدها نفر را با پول خوشبخت نمود. یعنی چیز بالاتر از خوشبختی. با پول نمیتوان احترام خرید، ولی میتوان اعتماد و باوری اکثر مردم را به دست آورد. یعنی چیز بالاتر از احترام. با پول نمیتوان دانش خرید، ولی میتوان چند دانشمند را با علم و فضلش در اختیار داشت. یعنی چیز بالاتر از یک نفر. با پول نمیتوان وقت را خرید، ولی میتوان وقتی در اختیار داشته را ثمرناک به نفع خود و مردم صرف نمود. یعنی چیز گرانتر از داشتن وقت. با پول نمیتوان جوانی را خرید، ولی میتوان آن کیفیت و راحت و سالمی آوان جوانی را در پیری برای خود مهیا ساخت. با پول نمیتوان سلامتی را خرید، ولی میتوان تمام وسیله های حفظ و بهداشت سلامتی را برای خود تأمین نمود. اینکه پول در تامین سعادت و عدالت و دریافت خوشبختی نقش ندارد جز خودفریبی و یک سخن زیبا که مردم را به فخر و تنبلی راهنمون میسازد چیز دیگری نیست. بسیاری از شعارهای ما نمیتوانند به پورگی واقعیت را انعکاس نمایند. از این رو لازم است که جهت دریافت حقیقت از دیدگاه‌های مختلف نظر کرد. جهان تغییر یافته است و باید در شناخت خوشبختی، زندگی شایسته و منفعت‌ها تجدید نظر کرد. زیرا طول 100 ساله هاست که تفکر نمیتواند ما را به خوشبختی برساند و یا وسیله برای تأمین زندگی شایسته بگردد. این نه تنها دلیل آن است که تفکر ما سازنده نیست، بلکه نشانه از آن است که ما در شناخت واقعیت دنیا و قوانین‌های زندگی در اشتباهیم. امروز لازم است که تا این تفکری از جامعه سنتی به میراث گرفته را تکمیل دهیم و آن را با زمان معاصر مطابق سازیم. باید پذیرفت زمانه زمان مادیات است. به آن باید وارد گشت و کوشش تابع خود و ارزش و تفکر کهنه و فرسوده نمودن زمانه کار است بیهوده. معنویات از میان نرفته است، بلکه وسیله های حفظ و کاربرد ارزش های معنوی تغییر یافتند. هر که با فروگذاری از مادیات ارزش های معنوی و اخلاقی را حفظ و صاحبی کردن میخواهد، هم خود و هم ارزش ها را از دست خواهد داد. ولی هر جامعه ای که مادیات را وسیله حفظ و کاربرد معنویات قرار میدهد، هم خود و هم ارزش و تمدن را حفظ خواهد کرد. مواد از صفحه فیسبوک گرفته شده است.